دوستان گلم، من همین اوایل ویدیو بهتون یه نکته رو بگم. من کلمه هایی که بهتون معنیشون رو گفتم همون رنگی که نوشتمشون هم در ترجمه انگلیسیش هم در تلفظ فارسیش اون کلمه رو هم رنگ با همون رنگی که بهتون آموزش دادم می نویسم. اینو خیلی توجه بکنید بهش. خب روز خوبی داشته باشی میشه have a great day. great که به معنای خوبه، day هم که بهتون گفتم به معنای روز هست. بچه ها من جاهای مختلف چیزهای مختلفی گفته میشه. I, me, my. تو میشه you. او دوتا چیز گفته میشه. اگر که اون او مرد باشه پسر باشه میگیم he. اگر او دختر باشه زن باشه میگیم she. پس چی شد؟ من میشه I, me, my. تو میشه you. او پسر he. او دختر she. بچه ها برای گفتن شما خوابیدی باید بگیم you're asleep یا همون you are asleep. میخوایم بگیم شما نخوابیدی میشه you didn't sleep یا همون یه مدل دیگهش میشه you did not sleep. میخوایم بگیم آنها خوابیدند باید بگیم they slept. they slept. پس یه بار دیگه شما خوابیدی you're asleep. شما نخوابیدی you didn't sleep. آنها خوابیدند رو بخوایم بگیم باید بگیم they slept. بچه ها خسته به تنهایی میشه tired. ساعت به تنهایی میشه هور. اگه بخوایم به یه ساعت خاصی اشاره بکنیم میشه اوکلاک. امروز هم که میشه today. چنده هم که میشه what یا همون چیه. جفتش معنی میده. پس اگه بخوایم بگیم خسته نباشی میگیم don't be tired یا همون do not be tired. جفتش درسته یه معنی میده. بخوایم بگیم ساعت چنده میگیم what time is it. what time is it. بخوایم بگیم امروز چندمه میگیم what is it today. what is it today. بچه ها شما که میشه you. چند میشه how. سن در حالت کلی کلمه میشه age ولی توی جمله اینطوری گفته میشه. میخوایم بگیم شما چند سالتون هست میگیم how old are you. how old are you یعنی شما چند سالتون هست.